اولین نقاشی‌های قاری نشان می‌دهد که هنرمند و اندیشمند باستانی برای انتقال مفاهیم ذهنی خود از تصویر کمک می‌گرفت، اما به زودی دریافت که همیشه نمی‌تواند با تصویر کردن اشیاء مشخص افکار خود را درباره آنها بیان نماید. به همین خاطر به خلاصه کردن مفاهیم و انتقال آنها به وسیله علامت‌های کوچکتر دست زد و به این ترتیب بود که خطوط اولیه‌ای مانند هجانگاری، خط سومری، خط هیروگلیف، خط چینی و خط میخی در نواحی متمدن باستانی پیدا شدند. با پیدایش این خطوط لازم بود که وسیله‌ای نیز برای انتقال آنها از جایی به جای دیگر و یا در واقع تکثیر آنها پیدا شود. به این منظور اولین استوانه‌های سنگی ساخته شد که با چرخاندن و فشردن آنها بر روی گل رسخام نسخه‌های متعددی از متن استوانه که به صورت الواح قابل نگهداری بودند به دست می‌آمد. مهرها که نشانه‌های مشخص اشخاص و یا حکومت‌ها بودند، در واقع شیوه‌های دیگری از اولین کوشش‌ها برای تکثیر مطلب مورد نظر محسوب می‌شوند. پیدایش کاغذ انقلاب بزرگی در امر نسخه برداری و تکثیر به وجود آورد. دانشمندان و هنرمندان و اندیشه‌وران وسیله یافته بودند که به آسانی اثر می‌پذیرفت و هر چیزی را ممکن بود بر آنها نقش کرد. از این پاپیروس‌های نگاشته شده به خط آرامی تا صفحاتی که تلفیق هنرمندانی از خطوطی چون کوفی، سرس، نسخ و نستعلیق هستند، همگی بر زمینه کاغذ میسر شده است. اما همه اینها هنوز نسخه نگاری بودند و عمل تکثیر در نسخه‌های متعدد به وسیله دست و به کندی و با هزینه‌های زیاد میسر بود. تکثیر واقعی صنعتی است که با نام یوهان گوتنبرگ آلمانی مترادف است. او توانست حروف سربی متحرکی را اختراع کند که به دفعات قابل استفاده بودند و به وسیله آنها میشد نسخه های متعدد از متنی واحد به دست آورد. اولین کتاب به سال 1443 میلادی به وسیله گوتنبرگ و با حروف سربی به چاپ رسید. 150 سال بعد نسخه ای از کتاب قانون ابن سینا به سال 1593 میلادی در چاپخانه مدیکای روم به وسیله حروف سربی فارسی فراهم شد. صنعت چاپ 2 قرن پس از اختراع آن در سال 1641 میلادی وارد ایران شد و اولین چاپخانه جهت چاپ کتاب‌های ارمنی در شهر جلفای اصفهان و در کلیسای ونگ به کار افتاد. اما توجه ایرانیان به خطوط سنتی سلس، نسخ و نستعلیق و نیز علاقه‌ای که به آرایش و زیباسازی صفحات کتاب که با دست انجام میشد داشتند، موجب گردید که چاپخانه کلیسای ونگ مورد توجه قرار نگیرد و تعطیل شود. تقریباً 165 سال پیش چاپخانه‌ای با حروف سربی در تبریز به کوشش میرزا نایب السلطنه حکمران تبریز دایر شد و کمی بعد چاپخانه سربی دیگری تحت نظارت میرزا عبدالوهاب معتمدالدوله شروع به کار کرد.
کار چاپ با حروف سربی تا مدتها در ایران با استقبال مواجه نشد، زیرا خط حروف سربی فارسی یک دست و کم تنوع بود و همین نقص که تا امروز نیز همچنان باقی است، بار دیگر ایرانیان را بران داشت تا با استفاده از روش چاپ سنگی کتاب‌های با خطوط متنوع‌تر فراهم آورند. در این روش ابتدا مطلب مورد نیاز با خط مطلوب و نقوش لازم با دست و به وسیله مرکب مخصوص روی یک نوع سنگ نوشته و سپس به وسیله اسید کنده کاری میشد. آنگاه لوح سنگی برجسته مثل صفحه حروف روی ماشین چاپ سنگی بسته و تکثیر میشد و عمل نسخه برداری و تکثیر صورت می گرفت. کتاب‌هایی که به وسیله چاپ سنگی فراهم می‌شد، به نسبت کتاب‌هایی که با چاپ سربی تولید می‌شد، از تنوع خطوط بیشتری برخوردار بود. شیوه چاپ سنگی اجازه می‌داد که از خطوط مختلف ریز و درشت و شیوه‌های متفاوت خط‌نگاری مانند نسخ، سلس و نستعلیق استفاده شود. علاوه بر این در چاپ سنگی میسر بود که کتاب‌ها مصور و حاشیه نویسی گردد و همچنین با این شیوه کتاب‌های علمی و فنی درباره جغرافیا و هندسه و طب که احتیاج به تصاویر و رسم‌های فنی داشت فراهم گردید. ایرانیان به زودی ذوق و زیبایی شناسی ویژه خود را با صنعت چاپ تلفیق نمودند و نمونه‌های بسیار زیبایی از کتاب‌هایی که با شیوه چاپ سنگی تکثیر و با دست ترسیب و نقاشی شده بود به وجود آوردند. اما همچنان که علاقه و توجه مردم به کتابخوانی افزایش می‌یافت و نیز با به وجود آمدن امکانات جدید کلیشه و گراورسازی که چاپ بهتر تصاویر و نقوش را میسر می‌ساخت و همچنین با پیدایش نمونه‌های جدیدتر و متنوع‌تر حروف سربی، بار دیگر توجه به چاپ کتاب با استفاده از حروف سربی افزایش یافت. از سوی دیگر چاپ سنگی به مخارج، زحمات و زمان بیشتری نیازمند بود و به این خاطر هرچه وسایل تزیین کتاب با لوازم سربی و برنجی فراهم‌تر می‌گردید، استقبال از چاپ با حروف سربی نیز بیشتر می‌شد و دیری نگذشت که چاپ کتاب در ایران با استفاده از شیوه چاپ سربی قدم به دوران جدیدی گذارد.
متاسفانه باید گفت که حروف سربی مورد استفاده در صنعت چاپ ایران از کیفیات خط نستعلیق که زیباترین شیوه فارسی نگاری است برخوردار نیست. قالب‌های حروف سربی در خارج ایران فراهم می شود و بیشتر تحت تاثیر شیوه نگارش عربی، ترکی و هندی است. توجه به حروف سین و پ در کلمه اسب و ه و میم در کلمات همچنین و همینقدر و کاف در کلمه که و میموره در کلمه مرد و لام و جیم در کلمه الجغرافیا نشان می‌دهد که چنین شکل نگارش که عبارت از چسب کامل دو یا چند حرف است به هیچ وجه با شکل ویژه فارسی نگاری نسخ و به ویژه نستعلیق و یا حتی سرس تطبیق نمی کند و منحصر به حروف چاپی عربی و در مواردی ترکی و هندی است. صفحات این کتاب نشان می‌دهد که حروف‌های کاملا چسبیده مثل لام و جیم در الجنوبیه و یا ت و ه و الف و لام در کلمات الفتح المبین کاملا منطبق با شکل نگارش عربی است. همین تطبیق را در نمونه‌هایی که به خطوط ترکی، هندی و پشتوست نیز می‌بینیم. توسعه سواد، گسترش آگاهی‌های سیاسی به همراه تغییرات اجتماعی عمیقی که در آخرین سالهای قبل و پس از انقلاب مشروطه در جامعه پدید آمد و نیز توجه مردم به حوادث روزمره سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجب پیدایش اولین روزنامه‌ها در ایران گردید. اولین روزنامه به سال 1345 هجری قمری به مدیریت میرزا صالح شیرازی بدون نام و بر یک روی کاغذ چاپ و منتشر گردید. 25 سال بعد به زمان امیرکبیر روزنامه وقایع اتفاقیه و سپس روزنامه دولتی و بعد روزنامه ملی چاپ و منتشر شد. در این مرحله پیشرفت و تکامل و نیز ترکیب خطوط روزنامه‌ها تابع پیشرفت و تکامل صنعت چاپ در ایران بود. چاپ روزنامه‌های دولتی، وقایع اتفاقیه، اختر، ایران، تربیت و روزنامه‌های همزمان آن به وسیله چاپ سنگی و با خطوط نسخ و نستعلیق انجام می‌شد. اما به دلایلی که در پیش گفتیم
و به ویژه به جهت کمبود خطاط و خوشنویس خوب، روزنامه ها نیز سرانجام ناگزیر به استفاده از حروف سربی شدند. شکل حروفچینی سنتی دستی تقریباً مشابه همان شیوه‌ای است که گوتنبرگ پایه‌گذار آن بود. این شکل حروفچینی که مراحل مختلف حروفچینی، نمونه برداری، غلطگیری و صفحه‌بندی را شامل می شود، هنوز در ایران رایج است.